مطلوبه قنوات همسر شاعر شورتیار تاجیک مومن قنوات صبح 16 اکتبر سال 2021 در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بر اثر بیماری دل از عالم چشم پوشید. مراسم ودا با همسر استاد قنوات همین روز 16 اکتبر در نزد خانه‌شان در محله قریه بالا برگزار می‌گردد. مطلوبه قنوات بیش از 6 سال همسر و همراز و همسفر زندگی استاد مومن قنوات بود. پسرشان دلیر و دخترانشان پروین و شیرین میوه های باغ زندگی مشترک این جفت زیبایند. مطلوبه قنوات در حال ترک دنیا کرد که در تاجیکستان به جشن 90 سالگی استاد مومن قنوات آمادگی میگرفتند. اگر عمر وفایش میکرد استاد 20 مای سال 2022 به سن 90 میرسید. مومن قنوات از معروفترین شاعران تاجیک عصر 20 که سالهای طولانی رهبر اتفاق نویسندگان تاجیکستان را هم بر عهده داشت. 8 مای سال 2018 دو روز قبل از زادروزش در سن 86 وفات کرد و در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر بزرگان فرهنگ تاجیک به خاک سپرده شد. خود استاد مومن قنوات در یک صحبت چگونه عاشق شدن به مطلوبه را که از اهل سمرقند بود نقل کرده است. مومن قنوات سال 1951 از زادگاهش دهه کرگووت به دوشنبه آمده به رشته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شد و در روز اول به پایتخت آمدنش مطلوبه را دیده از نگاه اول به او عاشق شده است. تا حال در یادم هست او در گوشهایش گوشوارهای دراز داشت و در تن لباس خیلی شیک داشت. با یک گفتن دختری خیلی زیبا بود و مرا مفتون کرد. مکتب را هم با مدال طلا تمام کرده بود. من که یک بچه قشلاقی بودم شرم داشتم که به او اظهار عشق کنم. تنها در کورس چهارم و آن هم توسط یک همکورسمان که خویش مطلوبه بود برایش نامه های عاشقانه و شعرهایم را میفرستادم و این نامه ها یخ دل او را شکست. ملاقات اولین ما در کتابخانه به نام فردوسی دایر شد. آهسته آهسته او به من عادت کرد و در کتابخانه ما حتی پشت یک میز می نشستیم. نقل کرده بود مومن قنوات در مصاحبه با آزیا پلیوس. پدر مطلوبه فتح رحمت اللهیف در وقتش سردار ملیسه شهر سمرقند و یکی از اساسگزاران حزب مسلمانان بلشویک بوده است که سال 1931 او را برای کار به تاجیکستان فرستادند. من مطلوبه را هر شام تا خانه‌شان گسیل میکردم ولی یک وقت او را از ملاقات با من منع کردند. از بس که موی سر غولی و جنگلی داشتم والدان او مرا جنگل سر میگفتند. آنها همین طور هم گفتند تا وقت این جنگل سر خواستگارشون را نمیفرستد تو را گسیل نکند. نقل میکرد مومن قنوات. به خواستگاری مطلوبه برای مومن قنوات آوازخوان شورتیار اکاشریف جورایف استاد دانشگاه بخاریزاده و رئیس تاجیک مطلوبات محبتوف به خانه پدر و مادر مطلوبه رفته بودند.